حواستون به سرای قلبتون باشه. حواستون به ورودی‌های قلبتون باشه. اگه یه گاوی وارد یه قصری بشه، هرگز اون گاوه شاه نمیشه، سلطان نمیشه. اما قطعاً اون قصد طویل میشه. اگه به درد کسی بخوری و اون به دردت نخورد و تو باز به دردش بخوری، تو به درد نخوری. قرار نیست که سادگی تو، صداقت تو، سکوی حماقت تو رو برای سوء استفاده دیگری فراهم بکنی. برای کسی بسوز که فردا بهت نگه بوی دود میدی، تو رو بفهمه. برای کسی تو این زمین پر از خورده شیشه زانو بزن که خودش اول شیشه خورده ها رو نریخته باشه. از دادن قلب به این آدم ها خودداری کن. تمام.